در جهان ارزشی اصلی جمع فایده‌ای که استحصال نفت می‌کرد قریب 4 برابر از اون سطح عدالت بالاتر است. یعنی که این چیزها به طریق غیر ابجکتیوی بالا برده شده است. بنابراین در همین دایره فایده بالای پایان سیاست کالریش میتواند بالای پایان ببرد. مقصدی که امروز در بازار جهان نفت یک بار پس رفته ایستاده است، با شدت پس رفته ایستاده است. این اصلا جنبه سیاسی دارد و تاثیر رساندن به اقتصادات روسیه اصلا روانه کرده شده. بنابراین این یک مرحله معین بیم یک مثلا تا کوارتال های 3 ماهه سال 2015 این چیز باز به اعتدال میبیاد، چون این تاثیر مربوط به خودی اون کشورهایی که این کار را انجام دادن به اونها میرسد. از دیگر طرف برای چی تاثیر این چیز به پول روسیه بسیار سخت تاثیر رساند؟ اینکه اقتصاد روسیه در حال اونقدر استوار نسبتی خطرهای بیرونی نیست، یعنی که آسیب پذیر است اقتصادش. بعد هم پول روسیه آزاد شنا نداشت، یعنی اداره میشد موقعیت به با سپارشی همون نهادهای مالیوی بین المللی اداره میشد. اکنون اینها کم کم خواستن پول بازار به سرتنی که استواریش تامین کنن، تناسب‌های اقتصادی، تناسب پول مال، تناسب‌های بین ساحه‌های اقتصادی تامین کنن. این اگر پول ما سر نتیم اگر ما فهمیده نمیتونیم، اگر وقتی که ما ماموری اداره میکنیم رفتی اقتصادی تناسب‌ها ویران میشن، نه که خودی حاصل کننده به طریق مناسب یا اپتیمالی جایگیر نمیشد. اما یک کلاویشی به وجود میاد که این برزری خود اقتصاد است. بنابراین در حالی که ما اقدام پول آزاد به بازار سر میتیم و میسنجیم که تشکیل به قربش مستحکم کنیم، وقتی که باید مستحکم شد در کنیم اقتصادیات آسیب پذیر نمیشه. این تقریبا تا همین 3 ماهه سال 15 این نوستوری باقی میماند. پس از این باز پولی روسیه من فکر میکنم که موقعش معین میکنه در بازار، تناسب های معین اقتصادی روشن میشن. بعد از کدام طرف مثلا دولت باید دستگیری یا کمکی دولتی پیدا میشه در این وقت معین میشه. اینجا یک چیز است، یک عامل انتظاری هست، عامل انتظاری. مثلا ما که آیندهش نمیبینیم که کی به این چیز از من میرد خواطر میشیم. میخوایم که تیسر همینه پولی بودگی ما گرفته یک پولی خودداری با خواهد بعد مثلا دلار با تبدیل دیم، یعنی یک اجیتاش پیدا میشه این چیز. بعد انتظاری میگن، عامل انتظاری. همین عامل انتظاری حاضر که وضعیتی روسیه پولی روسیه چخیل میشود برای مردم نامعین. همین نامعینی انتظاری که باز هم زیادتر میشد، مردم پول عوض کرده است. ممکن میلان میخواد که برای یک موازنت به آوردن میفرد، اینجا به اسپیکولاتیو فاکتور میگن، همین چیز عمل کرده، مردم پول گرفته دلار کرده از گردش برآورده ایستاده. این چیزها برای نگاه داشتن این امکانات ها هست. ممکن میل امکانات دارد، ذخیره توی مانه خوب است. بنابراین همین بیش از این حاضر وقتی که ما پول روسیه و پول چین همچون والوتی منطقوی اصولی نقد سر میکند، امکاناتی به دلار عوض کردن پول تاجیکی کم میشه. بنابراین یک بار برعکس میشه، یعنی که ما تجارتی ما اصلا بیشتر خطای روسیه کردیم. پول این دو کشور همچون والوتی منطقوی اعتراف می‌یابد از 15 اعلام شده است.
بنابراین ما با ضروری که برای از روسیه یا که از خطای چه خریدن دلار به عوض کرده بعد برده از اونجا بگیریم. یک طلبات ما با دلار کمتر میشه. کمتر که شد طلبات نفت میفروخت.